گاهی توی رابطه هامون با آدم‌های برخورد میکنیم که ظاهراً خیلی اهل محبت و از خودگذشتگی، اما اگه دقیق تر نگاه کنیم میبینیم پشت اون رفتار یک معامله پنهونه، یک معامله نابرابر. این آدم‌ها معمولاً معامله‌گرن، ولی خبر بد اینه که معامله‌گرای خوبی نیستن، چون در نهایت نه سودی میبرن نه آرامشی پیدا میکنن. مثلا شما بهشون زنگ میزنید که ازشون یه پولی قرض بگیری. ممکنه خودشون حتی نداشته باشن، اما میرن از یکی قرض میگیرن تا شما رو ناامید نکنن. یا ازشون میخوای باهات بیان بیرون، با اینکه شاید کار مهمی داشته باشن، اونو رها میکنن و میان فقط چون نمیتونن نه بگن. و این از روی مهربونیشون نیست، بلکه از ترس اینکه نکنه شما رو از دست بدن. این آدما همیشه در حال خرج کردن از خودشونن، وقتشون، انرژی، احساس و پولشون، اما در اصل دارن با این کار محبت میخرن. میخوان مطمئن شن که شما هنوز دوستشون دارید و اگر روزی به مشکل خوردن شما براشون جبران میکنید. اما دقیقاً همینجاست که ورق برمیگرده، چون وقتی اون موقع کسی کنارشون نیست احساس قربانی بودن میکنن، پر از خشم، دلخوری و ناامیدی میشن. پیش خودشون فکر میکنن که من برای همه فداکاری کردم ولی هیچ کس برای من کاری نکرد. به این افراد میگن مهرطلب، نه مهربون. فرقشون چیه؟ اینه که آدم مهربون اول برای خودش مهربونه، مرز داره و نگفتن بلده، به هر قیمتی برای بقیه کاری نمیکنه. اگه روزی دست کسی رو بگیره از روی عشق و نیت پاکه، نه از ترس تنهایی یا نیاز به تایید. اما مهربونی واقعی از قدرت میاد، نه از ترس، از عزت نفس و نه از وابستگی. اگر حس میکنی گاهی از سر اجبار مهربونی میکنی، یه مکث بکن و از خودت بپرس واقعا از روی عشق دارم کمک میکنم یا از روی ترس؟ این سوال میتونه شروع یه تغییر بزرگ باشه.